السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همدیوران، هموطنان و همه اون کسایی که مرا این حال میشنوند و بعدا میشنوند، شما رو به برنامه قدرت و حقیقت خوش آمدید میگویم. امروز با شما هستم عبیدالله سعیدی و چند ساعت دیگری در حضور شما قرار خواهیم گرفت و پیرامون موضوعی که گذاشتیم صحبت خواهیم کرد. این موضوعی که امروز ما گذاشته واقعا یک موضوع خیلی حساسی است که برای تاجیکستان دخالت خیلی زیادی دارد، چون شعور داشتن و دانش داشتن و دانستن واقعیت هایی که در جهان میگذرد که اون ربط به آینده تاجیکستان و خودی هموطنان ما و هم زبانان و کل در عموم و کل جهان ربط دارد بسیار مهم است. و از این جانب ما این موضوع را اختیار کردیم تا اینکه که بتوانیم یک نقطه خیلی مهم را به گوش مردم تاجیکستان برسانیم که هر واقعه‌ای که بین کشورهای ابوالقدرت انجام داده می شود و گذشته می شود و گفتگویی کرده می شود، او نسبتاً به کشور ما ربط دارد و دانستن این واقعه ها برای آموختن تاریخ برای ما مهم خواهد بود. موضوع امروزه ما گفته شنید بین کشور روسیه و امریکا است که در عربستان سعودی برگزار گردید و این موضوع رو ما پیرامونش صحبت خواهیم کرد، تحلیل خواهیم کرد و معلومات ها را از همه جانبه به سمت شما خواهیم رساند و تحلیلی که ما بین این معلومات ها داریم پیشکش شما خواهیم کرد. همدیران و هموطنان عزیز، من میخوام یک چیز یادداشت کنم برای شما که جنگ اوکراین و روسیه از 24 فوریه سال 2022 آغاز گردید. یعنی روسیه در قدم اول چند سال پیش در 21 فوریه یعنی 2 سال پیش به اوکراین حمله کرد و آغاز این حمله یک حمله خونینی بود که واقعا اوکراین را ویران و ولنگار کرد و چندین شهرهای آن را غصب کرد و مردم آن را کشت. و علاوه بر این اوکراین نیز تلاش کرد، کوشش کرد مردم خود را چکار کنه، جنبست کنه، نظامی کنه، جمع کنه، نظامی کنه و در مقابل روسیه بجنگد و کوشش کنند که زمین‌های از دست داده خود را بربگرداند. البته با چندین مقدار و گفته شنیدهای توانستند روسیه را تا جای فریب بتیان و از مرزی که در نزد کیف قرار داشت باز بگردد و با برادران ببخشید در وقت بخش مستقیم زنگ نزنید و به سمت نزدیکی مرزها بر بگردد و از اینجا اوکراین توانست به فریب دادن روسیه که روسیه از نزد مرز کیف برگشت به نزد مرزهای خود یا نزد مرزهای شمالی اوکراین. اینجا اوکراین توانست تمام نیروهای خود را و همبستگان خود را، چه اتحادیه اروپا باشد چه امریکا باشد، دعوت کند، گفتگو کند و از این طریق توانست که نیروی خود را قوی تر بگرداند و به ضد روسیه جنگ را آغاز کند. حالا جنگ اوکراین و روسیه در طول 2 سال خیلی یعنی پرتلاشی بود که اوکراین بسیار تلاش های یعنی قربانیانی زیاد داشت. اگرچه روسیه در این جنگ واقعا قربانی دارد، سربازان زیاده از 90 تا 100 هزار کشته شدند و چندین شهرهای روسیه نیز حمله کرده شد. در اونجا مجروحان بودند، خصوصا در کورسک اوبلاست یک مناطق در دست اوکراینا غلطید و در اونجا مردم خیلی زیاد ضرر دیدند، چه از تاجرات دیده از دیگر. ولی به هر صورت بیشتر از همه در اینجا اوکراین ضرر دید. اوکراین شهرهاش خراب شدن، اقتصادش برهم خورد، طرز دولتداری برهم خورد، فساد در جامعه بیشتر شد، مردمش پراکنده شدن، پناهنده شدن و امروز در تمام کشورهای اروپایی و امریکایی و تمام کشورهایی که در اونجا کمک آسایشتگی موجود است، اوکراین ها در اونجا چیکار کردن؟ پناهنده شدن و از اون کشورها پناه میطلبند. این روند خیلی بر روند یک دولتداری ضرر میرسد که وقتی سرباز تو معاشش از کشورهای دیگر برخورده می شود. این اوکراین یک معاش سربازش امروز نگاه به دولت‌های خارجی است که اونها برای سرباز اون معاش بدن. یعنی اقتصاد اوکراین واقعا خرابتر و در روی زمین آمد زد و دولتدارش تمامی ساحه‌ها در اوکراین خراب گردید. این ضربه و تلفات خیلی عمیقی در جانب اوکراین بود. ولی اوکراینی ها با سبب همه این مشکلات هایی که بالاشون آمد واقع بینانه در مقابل روسیه ایستادن و جنگیدن. این جسورانه بود و واقعا هم توانستن از یک کشور خرد چکار کنن؟ یک مقاومت بزرگ نشان بدهد که هیچ این کسی انتظارش را نداشت. این انتظاری از جانب هیچ کسی نبود که اوکراین میتواند کشور خودش را به یک کشور نظامی تبدیل بتید و مردمش را روحیه بلند بردارد که در مقابل کشوری که نیروی نظامیش را در جهان دوم میدانستند بیستد و سرزمین خود را دفاع کند. این
توانایی رو نه هر کس میتوانست داشته باشد، ولی اوکراینی ها چیکار کردن؟ توانستن اون نظام خود را، جنبسته خود را، اتحادیه خود را با هم بیارن و چیکار کنن؟ در مقابل روسیه بجنگن. ولی از همه مشکلات اصلی اینجاست که زیادی از سیاستمداران و تحلیلگران به این نظر بودن که اوکراین قربانی جنگ بین روسیه و آمریکا شد، چون روسیه پیشنهادهای زیادی به آمریکا داشت که اوکراین باید شامل ناتو نشود و اتحادیه اروپا نشود و اگر شامل این اتحادیه شود من مجبور میشم پیشگیری از این بکنم. و امریکا میخواست که اوکراین باید وارد اتحادیه اروپا شود و وارد سازمانی همون نظامی ناتو شود که جزء اون رو شما میدانید که ناتو به افغانستان حمله کرد، به عراق و دیگر کشورهایی که در اونجا جنگ‌های خونریزی موجود بود. حالا زیاد تحلیلگران به این عقیده اند که روسیه اوکراین بین این دو کشور، یعنی که امریکا میخواست این وارد آن شود و روسیه میخواست نشود، بین اینها چه شد؟ یک قربانی شد. اوکراین نتوانست، یعنی به دیدگاه تحلیلگران، در این میان یک کشور مستقل بسازد که نه به امریکا باشد نه به روسیه باشد، یعنی استقلالیت کامل خود را حفظ نماید و بگوید که من در بازی های شما شامل نمیشوم، من نه طرفی مثلا ناتو و اتحادیه اروپا میروم نه به او روسیه میمونم، یک کشوری مثلا ترانزیتی در مابین این کشورها میمونم و اگر براش اجازه داده میشد و یا اینکه حد امکان تلاش میکردن که در این جنگ شامل نمیشد. شاید امکانیت ها پیش از 22 فوریه موجود بود، 24 فوریه موجود بود که چون این بازی های در مابین می اومد و اوکراین وارد این جنگ خونریزی که در عاقبتش چندین شهروندانی این کشور کشته شدن، خب زیاده از هزارها زن و کودک پناهنده و گریزه شدن، اینها را مثلا در بر نمیگیریم و اقتصادش خراب نمیشد. ولی اینجا با همین ناتوانی دیپلمات های اوکراین باعث گردید که روسیه چیکار کند؟ به اوکراین حمله کند. البته اینجا نمی شود گفت که یک تعداد انسان ها در اینجا مرا تنقید میکنند، شاید این تحلیل هایی که بعضی از کارشناسان میکنند و یا خود به دید این تحلیلگرا کمک باوری داری اینها درست نیستند، چون روسیه باید حمله میکرد، یک کشور فاشیستی است. ولی دیپلمات ها، سیاستمدارها و کسانی که حکومت در دستشونن اونها اشتباه دارن که اون یک کشور دیگه به تو حمله میکنه. یک نفر بدون یگان مشکلات به تو حمله نمیکنه. البته گفت و شنید و توانایی زیرکی سیاسی داشتن دیپلماتی قوی و علمی کافی میتواند سری راه چنین کارها را بگیرد. یعنی بازی کردن سیاسی در میدان انسان ها باید بازی کنند، کاری کنند که کشور را مطمئن بسازند که من اگر وارد شوم به اتحادیه اروپا یعنی به ناتو وارد نمیشم. باید مقدار، یعنی اوکراین در مابین بازی میکرد و نمیگذاشت که اولین نقطه روسیه برای حمله کند، گفتگو میکرد و هر جایی که نبود و اعتماد کردند به کشورهای غربی، به اروپا و امریکا از دیپلمات های اوکراینی ضعفشون بود و یعنی اعتماد کردن، باور کردن و فکر کردن که اگر ما وارد این جنگ شویم و ما برد میکنیم و تمام اتحادیه اروپا با امریکا ما را کمک میکنن و کوشش میکنن که ما در اینجا پیروز شیم. حالا پیروزی اوکراین در جنگ دیده میشود چون مردمش شخصیت چون مشخص شد، یعنی دفاع کردن از سرزمینشان، برخستن و زیاده از مثلا 80-70 هزار قربانی دادن، 2-3 میلیون گریزه دادن و هزارها تلاش، خانه ها، شهرها خراب شد، ولی اینها از خود جسارت نشان دادن و به جهان نشان دادن که میتوانند از وطن و از مالکیت خودشون دفاع کنند. ولی بازم سیاستمدارای این کشوری که اعتماد کردن به این مردم، مطمئن امید دادن که ما در جهان نشان میدیم که میتوانیم از حق شما دفاع کنیم، الکی ضعفشون بازم مشخص شد. امروز امریکا با روسیه در سعودی عربیه ملاقات کرد و ما جزئیات این ملاقات را از رادیوی آزادی برای شما میخوانیم و پیرامون همین جزئیات پس تحلیل را که واقعا این به ملت تاجیک و مردم تاجیکستان و دولتداری ما وابسته عمیقی دارد صحبت خواهیم کرد. این تحلیل بسیار مهم است برای هر یکی ما و شما، برای هر یک تاجیکستانی که آینده این نقاط را در نظر بگیریم که نباید چون این حالت ها به میان بیاید.
یعنی نباید ضعف حکومت را کم ببینیم، ضعف مردم را کم ببینیم در چنین حالت‌ها. اگر حکومت با باوری کسی اعتماد میکند که این مشکلات رو به میآید، باید ملت سری راه او را بگیرد. شما دیدید که در اوکراین چه حالت اومد. ما ایرا از رادیوهای آزادی همین حالت مذاکرات را به شما پیشکش میکنیم و بعداً صحبت را و تحلیل را ادامه میدیم. خب همونطور که شما میبینید در عکس مذاکرات امریکا و روسیه به چه نتیجه به انجام رسید. اولین مذاکرات مقامات بلندپایه ایالات متحده امریکا و روسیه که از زمان آغاز جنگ در اوکراین برگزار شد به انجام رسید. گفتگوی نمایندگان دو کشور در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی بیش از 5 ساعت ادامه کرد. این مذاکرات بخشی از تلاش‌های دیپلماتی امریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین گفته می شود. در این واخوری همچنان موضوع فراهم کردن واخوری راهبران امریکا و روسیه بررسی شده است. پس از انجام مذاکرات مقامات روسیه به خبرنگاران گفتند که این گفتگوها قدم نخست بود. به گفت یوری اوشکوف یاور پرزیدنت روسیه ملاقات خوب گذشت. اوشکوف همچنان افزود که دو طرف به موافقه رسیدند که نمایندگان دو کشور وضعیت در اوکراین را بررسی کنند. دوستان و هموطنان عزیز، این نکته رو خیلی مهم، خیلی دقت بدید و توجه کنید که ببینید چی میگه. نمایندگان دو کشور وضعیت در اوکراین را بررسی کنند. یعنی اوشکوف همچنان افزود که دو طرف به موافقه رسیدن که نمایندگان دو کشور وضعیت اوکراین را بررسی کنند و از نمایندگان دو کشور یعنی ایالات متحده امریکا با فدراسیون روسیه با هم باید درباره وضعیت اوکراین گفتگو کنند. در اینجا گفتگو بین دو کشور، مگر کشور جنگ زده که جنگ دارد سرباز از دست می‌دهد، نیرو از دست می‌دهد، کدام کشور است؟ از اینجا درباره او اسم گرفته نمی‌شود. گوش کنید دوامشو. مقامدار روس اعلام کرد که با طور مختصر درباره ملاقات‌های احتمالی پوتین و ترامپ هم گپ زدند. هرچند با گفت یوری اوشکوف درباره سند دقیق این واخوری صحبت کردن بر وقت است. دپارتمنت دولت ایالات متحده امریکا خبر داده است که هیئت‌های دو کشور به موافقه رسیدند که برای به احتمال آوردن روابط دیپلماتی در روابط خود خشم را کنار گذارند. مارکو روبیو کاتب دولت ایالات متحده امریکا تاکید کرده است که در پیش کارهای زیاد است که واخوری امروزه قدم نخست در راهی دراز و طولانی بود. روبیو گفته است امریکا طرفدار یک صلح پایدار و عادلانه در اوکراین می باشد. خب یا میریم دوامش رو میخونیم. تامی بریوس سخنگوی دپارتمنت دولت امریکا که در بیانیه گفته است که مسکو و واشنگتن همچنان به تعیین گروه‌های بلندپایه برای مذاکرات درباره اوکراین موافقه کردند. شما این نکته رو باز هم توجه کنید که این به هر یکی ما، هر یک شهروندی که امروز در هر کشوری قرار داره، نه تنها به تاجیکستان، به هر کشوری ربط دارد که ببینید چی میگوید. مسکو و واشنگتن همچنان با تعیین گروه‌های بلندپایه برای مذاکرات درباره اوکراین موافقت کردند. درباره اوکراین موافقت کردن برای مذاکرات یک هیئت بلندپایه از جانب ایالات متحده آمریکا و روسیه درباره کدام؟ درباره جنگ. در اینجا این ملاقات ها هیئت‌ها را تشکیل کردن و بین خودشون حل فصل کردن. حالا میگذاریم دوام میکنیم. برای هر چیز زودتر خاتمه دادن به جنگ در اوکراین کار میکنیم. ما تلاش میکنیم که راه یابیم که برای همه قابل قبول باشد. به نشست در عربستان سعودی نمایندگان اوکراین دعوت نشدند و طرحی برای پایان جنگ هم معلوم نیست. اینجا رو خوب دقت کنید. با نشست در عربستان سعودی نمایندگان اوکراین دعوت نشدند و طرح برای پایان جنگ هم معلوم نیست. اینجا بسیار یک نقطه دردناک است که کشورت، ملتت، سرزمینت، اقتصادت، تمام دارایی‌هات، ارزش‌هات همه خراب می شود، از بین می رود، ولی در جنگی که در اونجا باید پایانش انجام داده شود، حل و فصل کرده شود،
بالای تقدیر ملت تو تصمیم گرفته شود، از تو دعوت کرده نمی شود. خب ولادیمیر زلنسکی با نگرانی از حضور نداشتن نمایندگان کشورش در نشست عربستان گفت که همه گونه مذاکرات درباره اوکراین به حضور اوکراین به نتیجه میموند. هیچ سازشی که به ما بررسی شده است قبول نداریم و آن را اعتراف هم نمی کنیم. خب در اینجا دوستان و هموطنان عزیز بیاید یک چیز را ذکر کنیم که زلنسکی واقعا در اینجا جسورانه سخن کرد، ولی گاه وقت سیاستمدارهایی که در کشورهای سوم قرار دارند متاسفانه حرفای را میزنند ولی حرفایشان هیچ وقت در عمل اجرا نمی شود. آنها را همچون یک چوبچه در اونجا باقی میمانند و روزی که اگر مذاکرات بین دو کشور اول قدرت انجام شد و گفتگو حل شد و گفتن در اوکراین، در افغانستان، در سوریه، در فلسطین، در هر جای هر اتفاقی میافتد، دیگر اون کشورها را چکار میکنن به حساب نمیگیرن و پرزیدنت چه است، نماینده‌اش است، هر حرفی که میزند او را چکار میکنن، فردا یک انتخابات دیگر تشکیل میکنن و او را چکار میکنن، از سر قدرت بیرون میکنن و تمامی مشکلات جنگ رو باز هم بالای همین پرزیدنت، بالای همین نفر میبرن زندان یا قتلش میکنن. و ملت در اینجا چکار میکند؟ ملت در اینجا خاموش و جهان رو نگاه میکند و هیچ اتفاقی هم تری نیفتاده. خلاص دیگه صلح و جنگ شد، خلاص و رفت. برای همین میگویم که هموطنان و همدیران عزیز، چون این مشکلات ها به سر ما، یعنی ما ملت تاجیک و مردم تاجیکستان میآید. شما فکر نکنید که به ما چون این مشکلات ها نمیآید در تاجیکستان دیگر جنگ نمی شود. نرفتن امام علی رحمانov خودش نشان داد یک جنگ سریع الوقوع در تاجیکستان است و این گونه کشورها بازیکنی میآیند به من تو، میآیند پیش من امروز مراجعت میکنم به هر کشوری که به روسیه باور دارد که آینده همون طوری که روسیه بر سر ما تصمیم گرفت و در هیچ تصمیمی نه رحمانوف نه فرانت خلقی را دعوت کرد، همین طریق در آینده هر کسی که به روسیه اعتماد باوری میکنه در گفتگو تو را دعوت نمیکند. همین طریق با امریکا و اروپا و هر کشور دیگری نباشد. پس ملت باید آگاه باشد از این سیاست ها، از سیاست های دخول. امروز امریکا خودش در سیاست امروزه امریکا گرفتار شد. امروز امریکا با همین سیاست زورانش اروپا را میگوید که شما تمام پولهای دادید چیکار کنید، به ما وابسته نیست. ما میریم در اوکراین معدنهای اوکراین را که پول خود را مصرف کرده میگیریم، اون معدنها را استفاده میکنیم، شما فقط سربازاتون را میبرید در اوکراین چیکار میکنید، حفاظت میکنید. ما نه سرباز میبریم و نه کار داریم، فقط پولمون از اونجا میکشیم میگیریم، شما فقط برای نگاه بینی ما شما را فرمان میتیم میروید. یعنی امروز نه تنها اروپا همچون یک بازیچه استفاده کرده می شود، اوکراین که همچون یک قربانی. پس باید ما مردم تاجیک و سیاستمدارا امروز در نظر بگیریم وقتی که با هر کشوری کار میکنیم، با هر اشخاصی که کار میکنیم رو در نظر بگیریم که فردا هر کسی میتواند با من خودت بازی بکند. هر کشوری میتواند در جنگ ما و شما را بیاندازد. ما با همین حکومت، با هر حکومت دیگه ای که پیش میآید یا گروه دیگه ای که تشکیل می شود، از جانب یک حکومت که دیگه سرمایه گذاری می شود و پایش به جنگ کشیده می شود، اینها میآیند بین ما را با هم جنگ میدازند، ما با هم می جنگیم، یک دیگر را میکشیم و در آخر ما در گفتگوها دعوت کرده نمیشیم و در گفتگوهایی که الکی حل فصل خودش را پیدا کرده است میارن ما را میشنانن، فقط امضا را میگذاریم و در اون امضایی که ذلتی ملت، نابودی ملت، نابودی سرزمین و اقتصاد کشورت است، امضا را میگذاری و به خاطر هر کشور ابرقدرت دیگه کار خواهی کرد. این صحبت ها فکر نکنین که به ما ضرر نمیرساند. به هر کسی که آزاداندیش است، آزاد فکر است و سخن حق را میگوید برای ضربه است. به هر یک سیاستمداری که این تحلیل ها را انجام میده ضربه میرساند. چون امروز جهان میدونه در دستی کیست. پس وقتی که ما یه حرفا رو میزنیم، از خودمون، از زندگی خودمون، از حیات خودمون میگذریم و به خاطر آگاه ساختن ملت و سرزمین خود از این حرفا خواهیم زد. امروز تعدادی از سیاستمداران امروزه تاجیک رو شما هم از مخالف هم از موافقش میبینید که امروز کار میکند، نشسته است در اینجا و فقط پیرامون یک نکته حرف میزند، اونه که باید در تاجیکستان آزادی بیاد و پشت این آزادی که ها باشد، از چه طریق باشد گفته نمیشود. میفهمین سببش در چی است؟ سببش در آن است که از
اون کسی که برای سرمایه گذاری میکند و از اون کسی که براش گرند میتید و از اون کسی که پول و مال میگیرد میترسد، هراس دارد. برای همین هر حرکت و حزبه به این گونه گفته ها، به این گونه تحلیل ها وارد نمی شود. حالا من تا حال نمیدونم تا سال 2024 یعنی تا آخرشه حرکت سیاسی گروه 24 در هیچ بازی های جهانی شامل نبود و هر چیز را حقیقت بود اون حقیقت را تحلیل و بررسی و میگفت و هزار بارها و پیشنهاد هزارها بازی ها شد، حرکت سیاسی گروه 24 شامل نشد. و حالا که ما همچون سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان از این حرکت جدا شدیم، مستقل شدیم، با این ایدئولوژی باقی خواهیم ماند و هیچ وقت زیر تاثیر هیچ برنامه هیچ ابرقدرت نخواهیم رفت و فقط به خاطر آبادی و آسایشتگی وطن و برای پیشبرد این وطن و پیشروی ملت و سرزمین خودمان مبارزه خواهیم بود. چون این تحلیل ها نشان میدهد که هر کسی که امروز تلاش میکند اگر اراده قوی ندارد، وطن و ملتش را نمیداند، ارزش‌هایش را نمیداند، مورد بازی دیگران قرار میگیرد. امروز باید به فکر اون باشه که کسی که دو پول برای تو میدهد فقط باید به خاطر اون کار کرد. برای همین همدیاران عزیز و هموطنان، تحلیل ها را دقیقاً باید شما بشینید گوش کنید. بیایید یک نقطه نظر دیگر رو برای شما پیشنهاد کنیم. شما ببینید، مثال میگیریم بگردیم به جنگ سوریه. سوریه سالهاست، از سال 2012 بین کشورها تقسیم می شود. امریکا وارد شد، اروپا وارد شد، روسیه وارد شد، ایران وارد شد، عربستان سعودی وارد شد، ترکیه وارد شد. یعنی مورد بازی های ابرقدرت ها قرار گرفت. تا امروز ابرقدرت ها در دارای خیلی سوریه نظامی های خود را دارند، قدرت خود را دارند و در اوج بازی میکنند. برای نمونه مثال، تا پیش از جنگ، یعنی تا پیش از این جنگی که انقلاب اخیری که صورت گرفت، سوریه به چند قسمت تقسیم بود. یک نقطهش در دست داعش، یک نقطهش که داعش میدونست سرمایه گذارش کیست، یک نقطهش در دست کردها سرمایه گذارش امریکا، یک نقطهش در دست ایران و سوریه که این حکومت بشار اسد، و یک نقطه دیگهش که امروزه حکومتی که به سر قدرت آمد در ادلیب در دست ترکیه. یعنی هر منطقه سوریه به کشورهای ابرقدرت بازینگری منطقوی جهانی تقسیم کرده شده بود. شما برای فهمیدن که ابرقدرت جهانی منطقوی کدام هستند باید بفهمید، یعنی کشورهای بازینگر در جهان امروز ابرقدرت روسیه، امریکا، چین و کشورهای بازینگری منطقه این ترکیه، عربستان سعودی، ایران و این کشورهای بازی کننده های منطقه ما و شما هستند. کشورهای خورده که کمی در این مناطق بازی میکنند. اینها را اگر ما درک نکنیم، نفهمیم، تحلیل نکنیم، آینده در همین سیاست ها پامون کشیده می شود و عاقبت پا کشیدن ما در این سیاست های و در این بازی ها خونی در کشور ما و شما ریخته می شود که سر راه او را گرفته نمیتونیم و فقط سر راه اون را همون شخص میگیرد که منافع همون کشورهای ابرقدرت و بازینگرا با هم یک جا شود و اون زمان چیکار کرده می شود؟ در کشور ما و شما به صلح میاد که چونین را نه من میخوام، نه تو میخوای، نه کسی دیگه میخواد. ما یک بار در چنین یک مشکلات وارد شدیم و مورد بازی تحلیلگران قرار بگیریم. بیاید جنگ شهروندی رو ببینیم. چگونه ما 5 سال یکدیگر را کشتیم که 150,000 شهروندی تاجیکستان در این جنگ کشته شد. عاقبت این جنگ چی شد؟ ما به استقلال کامل دست یافتیم. یکی از مقدار مردم تاجیک و مردم تاجیکستان برخیزدن به میدان ها و استقلال کامل میخواستن، کسانی که استقلالیت کامل را در تاجیکستان به میدان ها ریختن. و روسیه با ازبکستان، روسیه ابرقدرت جهانی، ازبکستان در اون زمان بازینگری منطقه کشورهای پس شوروی که بهترین یعنی پرقوتترین نظام را بعد از یعنی پاش خوردن شوروی در ازبکستان بود که عین حالم اون نظام پرقوت نظامی بعد از کشورهایی که از شوروی پراکنده شدن ازبکستان است که داشت، یعنی بازینگری که مشورت، یعنی بازینگری اساسی اینجا روسیه ابرقدرت و بازینگری منطقوی ازبکستان چیکار کرد؟
بازی داد تا اینه که در اینجا یک جنگ صورت بگیرد و تاجیکستان استقلال کامل به دست نیارد و کوشش کرد که در میدان شهیدان جنگ را به وقوع پیوستند و یک تظاهرات مردمی که مردم استقلال کامل در تاجیکستان میخواستند به جنگ شهروندی تبدیل دادند و ملت ما را هم چیکار کرد؟ در این بازی ها بدون تحلیل، بدون علم، بدون دانستن حقیقت ها با هم درگیر شد و مناطق کلاب و غرب را با هم، یعنی مسلمان ها و با دموکرات ها را جنگ داخت. این با این جنگ کرد 150,000 شهروند کشته شد. عاقبت همین جنگ 5 ساله چی شد؟ روسیه و افغانستان وقتی که با هم چیشون هدفهاشون ارزشهاشون خورد که باید احمد شاه مسعود پاکستانی که یعنی طالبانی که از جانب پاکستان یا که اروپا و امریکا چیکار کرده میشد، سرمایه گذاری میشدن، باید توسط احمد شاه مسعود از زمین افغانستان رانده میشدن، چیکار کرد؟ کمک کرد. وقتی که در تاجیکستان جنگ بود اینجا هدفها با هم نمی اومد، سلاح روان کردن نمیشد، چیزهای نظامی روان کردن نمیشد، باید در تاجیکستان به همین خاطر سلاح می اومد. در اونجا افغانستان چیکار کرد؟ مهاجرا و مجاهدایی که در اونجا بودن مجبورشون کرد تا اینی که بیاین با بازینگران صلح کنن و همین رو به ذلت بتیان و عاقبت بازینگران با هم ارزشاشون به هم اومد و ما فقط در اینجا قربانی شدیم. 150,000 نفر از بین رفت. با گناهی کی؟ با گناه ابوالقدرت و بازینگران و ما در اینجا قربانی شدیم و عاقبت به دست هیچی نآوردیم. برای همین وقتی که یک مشکلات در جهان رخ می‌دهد و یک کشور در یک جنگ میکند، باید تحلیلگرانی موجود باشند که در این اطراف سخن کنند و یعنی هدفمندانه به مردم ما از دیدگاه بیداری سیاسی باید بفهمانند که این نقطه ها برای شما ربط دارد و دخالت دارد که فردا باز هم چنین بازیگران در داخل وطن ما و شما میان بازی میکنن. امروز امام علی اولادش و خودش خانوادهش تمام تاجیکستان را در دست گرفته است، با سرپرستی روسیه تاجیکستان را اداره میکند. همین روز نماینده وزارت معارف با یکی از نزدیکترین شخصیت های روسیه، معاونی به نظرم کدام اتحاد همون ولادیمیر پوتین بود، ملاقات کرد. نماینده معارف ما با مستقیما با نماینده معارف روسیه نه، با یک از بلندپایه‌ترین نفران نزدیک پوتین برای چی ملاقات میکنن؟ معارف ما چی ربط دارد با معارف روسیه که با اون نماینده بلند ملاقات میکند؟ مگر ما تاجیکستان یک کشور استقلال و صاحب استقلال نیستیم؟ مستقل نیستیم؟ چگونه نماینده وزارت ما، وزارت معارف ما میرود با یک نماینده بلندپایه‌ای که ربط به معارف ندارد ملاقات میکند؟ مگر ملت ما را، عقیدهش را، دینش را، تاریخش را عوض کردنی هستیم؟ چیزی که کردن در گذشته. پس از کدام استقلال و واقعیت های مستقل بودن میشه و صحبت کرد؟ از کدام خودمختاری میشه و حرف زد که تاجیکستان حکومت امروز مستقلانه اداره کرده میشود؟ امام علی رحمانوف هیچ کشور رو گوش نمیکند یا یک بازیگری منطقوی شده است. بعضی ها به این عقیده که رحمانوف میتواند با این بازی کند، میتواند با او بازی کند، میتواند با او بازی کند. در کجا شک شبهه‌ای وجود ندارد که رحمانوف رو با دستور پوتین با هم میراد بازی میکند تا اینه که اقتصاد کشورش بر هم نخورد. برای همین باید ما و شما از همه دیدگاه اول تحلیل بکنیم، بسنجیم، بعد به میدان مبارزه سیاسی بر بگردیم و هر حزب هایی که و هر حرکت هایی که، گروه هایی که، جرایون هایی که میتوانند با همین گونه کشورها کار کنند برای آوردن یک نظام دیگر باید به او راه داده نشود. من دیروز با چندین برادرها صحبت کردم و گفتم که فردا فکر کنید که مثلا در سال مثلا یک کشور ابوالقدرت یا بازیگر منطقوی میاد به من تو میگه که ما میخوایم تاجیکستان رو آزاد بکنیم، بیایید بریم با ما تاجیکستان رو آزاد کنیم.
شما میره با اونها همکاری میکنید؟ چرا باید با کشوری که میآید برای من تاجیکستان چه هدف دارد که اون میخواد تاجیکستان من آزاد کند؟ ما ملت باید خود تاجیکستان آزاد کنیم. هر کسی که چنین کار رو میکند باید با او دست نداد. و حتما هدف دارد، باید هدف او را دید. توانایی برای چی میخوای در تاجیکستان تو دیگرگونی به میون بیاری؟ امروز به یک مخالف، به یک حزب سیاسی، به یک هر کسی که یک جا یک ملک یک گرند میتید او رو همچون چی میگیرد؟ به خاطر چی را میگیری؟ هدف از گرفتن این چیز اوش مشخص معین نیست. برای همین بعض حالت ها باید ما تحلیل کنیم و ببینیم یا تعداد انسان ها حتی در همین کمینتر یا در همین نظریاتی که هست نمیفهمند که از چی باره صحبت میکنن. فرانت خلقی از حزب از خلقی دموکراتی فرق نمیکنن. نمیدونن که فرانت خلقی بعداً به همین حزب خلقی دموکراتی تبدیل داده شد. همین فرانت خلقی که اینقدر آدم کشت و بعداً در سال 1994 تغییر نام کرد. چون این کمونیستایی که در گذشته حکومت ما را اداره میکردن و از جانب روسیه در سر قدرت ما آورده شدن، اینها به اسم کمونیسم نمیتوانستند پیش بروند. خود امام علی رحمانوف این نقطه را زده بود. در تلویزیون های روسیه شما تماشا کنین که هست، میگویند من کمونیستم و حزب اعضای حزب کمونیستم. برای همین ما حالا یک ویدیوی کوتاهی رو از همین رادیوی آزادی به سمت شما میرسونیم و این را با هم گوش میکنیم و بعدا برمیگردیم بازم به تحلیل ادامه میدیم. برادران، ҳайати иёлоти муттаҳидаи амрико ва русия дар арабистони саудӣ сари мизи гуфтугӯ нишастанд. бори аввал бо гузашти 3 сол аз ҷанги Украина. суҳбат ҳам аз ҷустуҷӯи роҳҳо барои поён додани ҷанг дар Украина аст. марк рубио, вазири корҳои хориҷии амрико, ва Сергей Лавров, ҳамтои русаш, дар ин гуфтугӯ ду кишварро намояндагӣ мекунанд. ҳамзамон онҳо барои мулоқоти Доналд Трамп, президенти амрико, ва Владимир Путин, президенти Русия, замина омода мекунанд. Трамп ҳам ҳадафҳояшро эълон кардааст. мо ба пеш ҳаракат дорем. талош мекунем ки ба сулҳ миёни Русия ва Украина даст ёбем ва барои ин сахт кор мекунем. ин ҷанг ҳеҷ гоҳ бояд оғоз намешуд. ба нишаст дар арабистони саудӣ Украина даъват нашудааст ва тарҳ барои поёни ҷанг ҳам маълум нест. марк рубио, вазири корҳои хориҷии амрико, гуфтааст ки дар нишастҳои аслӣ барои сулҳ ҳатман тарафи Украина даъват хоҳад шуд. Україна не братиме. Україна про це нічого не знала. Украина даъват нашудааст. Украина дар бораи нишаст чизе намедонад. Украина ҳама музокира дар бораи Украина ва беҳузури Украинаро бенатиҷа медонад ва ҳеҷ созишеро ки бе мо баррасӣ шудааст мо қабул надорем ва онро эътироф ҳам намекунем. Будь-які домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати. инҷо дар Порис, пойтахти Фаронса, раҳбарони кишварҳои аврупоӣ гирдӣ ҳам омаданд. рӯзи 7 феврал онҳо эълон карданд ки пуштибонияшон аз Украинаро дар муқобили таҷовузи Русия идома хоҳанд дод. раҳбарони кишварҳои аврупоӣ нигаронанд ки амрико бе дар назар гирифтани манофеи амнияти Аврупо бо Русия созиш мекунад. ин саҳнаи ҷанг дар Украина аст ки 3 сол боз идома дорад. русия дар майдони ҷанг ба оҳистагӣ пешрафт мекунад. сару садо атрофи сулҳ дар Украина бештар аст, вале дар амал ҳеҷ тарҳе барои поёни ҷанг муаррифӣ нашудааст. русия 3 соли пеш бедалел ба хоки Украина таҷовузи низомӣ кард. аз ду ҷониб даҳо ҳазор нафар кушта шуд ва миллионҳо сокини украинӣ фирорӣ гаштанд. همینجا یک بار دیگه دوستان گوش کنید. اینجا این نقطه رو یک بار دیگه این نقطه رو خوب دقت بدید. инҷо дар Порис, пойтахти Фаронса, раҳбарони кишварҳои аврупоӣ гирдӣ ҳам омаданд. рӯзи 7 феврал онҳо эълон карданд ки пуштибонияшон аз Украинаро дар муқобили таҷовузи Русия идома хоҳанд дод.
раҳбарони кишварҳои аврупоӣ нигаронанд, ки амрико бе дар назар гирифтани манофеъи амнияти аврупо бо русия созиш мекунад. ҳатто кишварҳои иттиҳодияи аврупо ки нишастшон дар шаҳри Париз гузашт, инҳо воқеан дар як ҳолати шокӣ қарор гирифтанд ва гузоришҳо то ин нишаст ҳар як намоянда ва ҳар як сарвазиру президенти кишварҳои аврупоӣ бо тавре аз гуфтугӯи Амрико ва Русия интиқод карданд ва махсусан аз гуфтугӯи президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп ки бидуни мушорикати Аврупо ва бидуни дар назардошти амнияти Аврупо ба Русия рафт гуфтугӯро оғоз кард ва инҳоро маҷбур сохт ки бераванд фақат назорат кунанд ва пулҳое ки иттиҳодияи Аврупо ба Украина равон кардааст чанд маротиба болотар аз пулҳое аст ки Амрико ба Украина додааст ва илова бар ҳамин ба ҳамаи ҳамин кӯмакҳое ки иттиҳодияи Аврупо кардааст боз ҳам Амрико чикор кард? иттиҳодияи Аврупоро амнияташро дар назар нагирифт ва пулҳо ва молҳои кӯмакҳое ки иттиҳодияи Аврупо ба Украина кардааст онҳоро дар назар нагирифт ва гуфт ки шумо бозпас чизе намегиред, фақат ин Амрико пулҳо ва молҳоеро ки барои Украина кӯмак кардааст як теъдод аз маъданҳо ва ҷойҳои захираҳои Украинаро зери назорати худ мегирад ва шумо, яъне мо мерем дар унҷа, мо сарбоз намебарем, мерем дар дохили Украина ин маъданҳо, захираҳои табиии Украинаро чикор мекунем зери худ, яъне мегирем меорем ба Амрико то пулҳои худро аз унҷо бозпас бигирем ва шумо фақат сарбозотонро мебаред ва дар унҷо чикор мекунед? Назорат мекунед. барои ҳамин ҳамдиёрон ва ҳамватанони азиз, ин нуқта бисёр бисёр муҳим аст ки шумо бибинед ки ҳатто ин нуқтаи назар ки чаро иттиҳодияи Аврупо дар ин ҷо фурӯхта шуд хеле муҳим аст ки пеш аз оне ки ҳамтаре ки гуфтам иттиҳодияи Аврупо мулоқотеро ташкил карданд дар шаҳри Париз, интиқодҳои хеле зиёде аз сарвазирони ин кишвар, президентҳои ин кишвар хеле зиёд буд ки инҳо воқеан Трампро барои ин таҳризие ки айни ҳол кардааст ва гуфтугӯи анҷом метиҳад бисёр сахт таҳдид мекарданд. мо ҳамватанон ва ҳамдиёрони азиз суҳбатро идома метиҳем ва пеш аз оне ки суҳбатро идома метиҳем аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ҳамдиёрон ва ҳамватанони азиз ки барномаро дастгирӣ кунед, лайки худро бигзаред, комментария бештар бинависед ва агар ки мехоҳед таҳлили худро роҷеи ҳамин қазия برسانید میتونید در لینکی که ما گذاشتیم در این لینک پیوست شین و به استودیو وارد شین و فکر نظر خود رو راجع برنامه و تحلیل خود رو راجع همین موضوع بگذارید و همزمان من در زیر نوار در یوتیوب همین لینک رو که عین حال موندم این رو میگذارم. شما میتونید علاوه بر این از اون جارم نیز این لینک رو پیدا کنید و بذارید در برنامه سخن کنید. ولی پیش از همه برادران و هموطنان عزیز، کانال ما چند مدت خواب بود و مشکلات‌های بیننده دارد و از همه شما خواهش میکنید که نظریات رو بنویسید و لایک خود رو دریغ ندارید تا اینکه که بیننده ما بیشتر شود. ما برای شما وعده میدیم که در برنامه آینده برنامه‌های خوب و جالبی برای شما پیشکش کنیم و بتوانیم پیرامون موضوعهای گوناگون و حساسی که ربط به این ملت و این سرزمین دارد برای شما پیشنهاد کنیم که این برای آینده این ملت، آینده این سرزمین مهم خواهد بود. زیرا داشتن اراده قوی و بازی نکردن و نفروختن این ملت به خاطر هر مال و ملک هست بسیار مهم است. من تا امروز به همه شما، به همه هموطنان وعده می‌دهم که از هیچ اشخاص نفر تا امروز یک سومونی نگرفتم و هزارها پیشنهادهایی که به من شده است من رد کردم. حتی بچه‌هایی که منو میشناسند و برای من تنهاگی زنگ زدن که ما می‌خوایم به خودت علاهیده برای برنامه‌هات کمک کنیم، من این کار را نپذیرفتم. که اگر کمک می‌خواهید شما میتوانید کمک به اون برادرانی که نیاز به کمک شما دارن کمک کنید. من به کمک شما نیاز ندارم و من هیچ کمک پلی در نمیآورم و نمیگیرم و این رو هیچ وقتی نگرفتم و در آینده هم چون این حالت‌هایی که برای شخصی بنده پول نیاز باشد من نمیگیرم و ان شاء الله آمینم که پروردگار اون رزق را که برای من فراوان بگرداند که من هیچ وقتی چون این حال کار را انجام ندیم. من مثل بعضی ها برای خود، برای اولاد خود، برای خانواده خود مبلغ های گوناگونی را ندزدیدم و نبردم و نگرفتم که امروز این کار انجام بدیم که ان شاء الله آمینیم که شما به من مطمئن باشید که من در آینده هم ارزش های ملت ما، ارزش های دین ما، ارزش های فرهنگ ما هیچ وقت در قبال پول و مال نخواهم فروخت، چون من گشنه ای نیستم که این کارا را انجام بدم. الحمدلله کار میکنم، زندگیم پیش میره و فعالیتی را دارم که نیاز به این چیزها ندارم. برمیگردیم به نقطه نظر دیگری همین برنامه. هموطنان و همجویان عزیز، یک برنامه دیگری است که یک صحبت دیگری است که در نستعش وریمیا انجام شده است و من این
موضوع رو از نستایش ورما به سمت شما میرسونم در یوتیوب نستایش ورما و ما چندین اخبارایش رو میگذاریم و همون منطقه ملاقات بین روسیه و اوکراین رو میگذاریم و راجعی همین تحلیلگرانی که در این برنامه صحبت کردن فکر نظر اونها را میگیریم که چرا اتحادیه اروپا از جانب ایالات متحده آمریکا در نظر نگرفت. مقصد امنیتش است و مقصد ما پول مالی که برای اوکراین کمک کرد و ده ها چیزهای دیگه ای که اینجا بود و علاوه بر این چرا اوکراین دعوت کردن نشد. به همین گفته شد بین آمریکا و روسیه که بایدم از جانب اوکراین دعوت کردن بشه چون جنگ رو یعنی قربانی رو همه چیز رو اوکراین کرده است و در شکی نیست که باید اوکراین به این جنگ دعوت کرده میشد. حالا ما برمیگردیم به همین اخباری که من از نستایش ورما و سمت شما پیشکش میکنم. Здравствуйте. Итак, в Саудовской Аравии менее часа назад завершились переговоры российской и американской делегации во главе с министрами иностранных дел двух стран. Это первая встреча в таком формате с начала полномасштабного вторжения России в Украину. За ходом обсуждения следит наш корреспондент Дмитрий Кожурин, который выходит с нами на прямую связь, и приветствую его в эфире. Что известно к этой минуте? Игорь, привет. Сегодняшние переговоры российско-американских делегаций стартовали в Эр-Рияде в 11 утра по местному времени. На всякий случай, это тот же часовой пояс, что в Москве, продлились примерно 4,5 часа, и вот какие, по крайней мере, предварительные итоги можно подвести. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры, процитирую его, прошли неплохо, стороны провели серьезный разговор по всем вопросам. По словам Ушакова, США и Россия договорились учитывать интересы друг друга, но пока трудно сказать, что происходит реальное сближение Москвы и Вашингтона. При этом конкретную дату встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока назвать тоже возможности нет, но через какое-то время она, судя по всему, состоится. Отдельные команды переговорщиков России и США по Украине вступят в контакт, уточнил Ушаков. Пока неизвестно, кто войдет в число этих переговорщиков с российской стороны, но уточнил он, финальное решение будет всенепременно за Владимиром Путиным. Вот что еще сказал господин Ушаков. Вы проложили дорогу для встречи двух президентов? Этот вопрос обсуждался. Мы работали для того, чтобы создать условия для такой встречи. В какой перспективе? Трудно сказать. Блумберг пишет чуть ли не на следующей неделе. Это вряд ли. В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сказал, что на переговорах обсудили то, что Россия и США не могут не общаться друг с другом. Еще до официального старта переговоров Дмитриев уточнил, что уже в ближайшие месяцы он рассчитывает на реально экономическое сближение двух стран. Давайте послушаем. Мы считаем, что путь вперед лежит через решение проблем. И мы действительно видим, что президент Трамп и его команда — это команда, которая умеет решать проблемы. Это люди, которые справились с рядом крупных вызовов быстро, эффективно и успешно. Непосредственно по ходу переговоров из Москвы пришло заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который сказал, что российская сторона вроде как была готова к мирным переговорам на протяжении всей полномасштабной войны с Украиной. И президент Путин с самого начала повторял слова о готовности к мирным переговорам. В отличие от многих других стран, которые, и в особенности Украины, которая запретила себе мирные переговоры, в отличие от европейцев, которые всегда говорили про войну, про необходимость продолжения войны любой ценой, про прошлую администрацию в Вашингтоне, которая тоже была сторонницей войны до последнего украинца. Параллельно с переговорами и с заявлением господина Пескова также выступала официальная представительница российского МИДа Мария Захарова, которая в очередной раз подчеркнула, что членство Украины в НАТО для России недопустимо. Членство Украины в НАТО, я даже сейчас об этом говорила, но вот еще раз, для нас неприемлемо. Это создает серьезные угрозы нашей безопасности и приведет к катастрофическим последствиям для всей Европы.
И уже поступила реакция от американской стороны. Не так много подобных заявлений было в последние сутки. Тем не менее, в Государственном департаменте заявили, что Марко Рубио и Сергей Лавров в переговорах договорились о создании механизма консультаций для устранения раздражающих факторов в отношениях США и России. А также пришли к соглашению о назначении команд высокого уровня для начала работы над путями, которые как можно скорее прекратят войну в Украине. Также, согласно заявлению Государственного департамента, Рубио и Лавров договорились о будущем сотрудничестве по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес. یک برادر شامل شدن پیوست شدیم اگر نظرتون بگیریم بعد برنامه رو بازم ادامه بدیم. برادر شهرام سلام علیکم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صداتی خوب هستی برادر؟ و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. بله الحمدلله خوبیم بد نیستیم. فرمایید برادر. تو گفت مقصد چی خیلی کنیم چی کار باید کنیم چی مصلحت میتی چی کار باید کنیم که با خطاگی دوباره ما رو رخ ندیم. یعنی فرض کردیم در حقیقت همی جنگی که در تاجیکستان شد ایروی قاعده با یاردم همی که یعنی چی نام داره ازبکا و بعد کارگرای تاجیکستان بسیارش کارگرای روس بودن و هم گنرال‌ها همش بسیارش روس بودن و یا دونستان که فرض کردیم در تاجیکستان اگر دولت اسلامی شود دولت مسلمانی شود خیلی مشکل میشود چی در ازبکستان چی در قزاقستان همین هجوم میکنند. در حقیقت همین کارا باید با خبر بدن ای پالیتیکا باید خبردار بدن ای همین فکر اندیشه مردم خبردار که بدن خواستن که بین خودشون شروع همین چی کنن جنگ دوزن و مقصد مردم قتل کنن یک بار باشه. نه خیلی خلاصا هم خیلی گپا در حقیقت اساس داره این جنگ در حقیقت مثال بین مردم تاجیکستان همین چی رس ایام وقت چی در دور سیوز هیچ فایده نآورد برای تاجیکستان تا حاضر هیچ فایده آوردگی نیست. مردم باید بشناسن که رس چه خیلی انسانه. انا ما باور که نگاه میکنم استفاده بود استفاده تو همین درام دور سیوز چی پخته مختار مردم میچین خر 100% کو 10% تاجیکستان فایده میگرفت 90% رس فایده میگرفت. در دوره سیوز هیچی آبادی نکرد. در دوره سیوز مردم کم بود اهالی کم بود در حقیقت ولی اهالی زیاد شده خیلی کمتر مشکل شده. انا که همه خطاگی دما روح مثال دوباره در حقیقت مردم میخوام که ای پالیتیکا و ای همه چیز کمتر خبردار نیستن خصوصا چیزشون فقط همین زندگی فقط پول کار کردن یک جو مشقت کار و مقصد فکرشون در همه خلاص کو با خودت با چی مصلحت میتی چی کار باید کنیم چی خیلی کنیم به سوادی مردم خیلی زیاد شدگی مردم گند سوادشون کمتره مثال باید با پالیتیکا مردم باید خبردار باشن در روی قاعده مثال بدونن که حقیقت کی جای ناحقی کی جای توغری کی جای ناتوغری کی جای با فکر میکنم که اولین نقطه که با او میشه با دیدی مثبت نگاه کرد ما یعنی فرقیت زمان داریم فرقیت پیشرفت تکنولوژی داریم این چیز ما را فرقیت میگذاره با اون چیزی که نظر به پیشینه ما بتوانیم مشکلاتمون را بیشتر حل کنیم. یکی از مشکلات اصلی که در گذشته بود این نبودن دستانرسی بین مناطق بود بین مردم بود. یعنی مگه میگفتن مثلا در کلوب اومدن مردم کلوب ترسوندن که مجاهدا در غرب یا که قدرت در سر گرفتن میان سر همه شما رو میزنن. همین گونه اخبارها به روس‌ها و به ازبک‌ها به همه میرسید و ایجا بود که تعداد انسان‌هایی که خب منطقه کلوب ما یک منطقه فرق کننده است اونها ترسیدن و این چیز باعث کرد که اومدن اونها سلاح بگیرن و رفتن طرف روسیه و روسیه اونها را کمک کرد فرانت خلقی را اونها جنگیدن اومدن همین جنگ آغاز یافت وگرنه این جنگ آغاز نمیافت. یعنی امروزه کاری که ما باید انجام بدیم باید هر کشوری که برای استقلال هر منطقه‌ای که برای استقلال و آزادی تاجیکستان برمیخیزه باید اینو به مردم برسونیم که هدف اصلی آزادی و استقلال مکمل است. آیا او راه مثلا استقلال آزادی و نظامش رو دموکراسی میمونی نمیدونم مردم وحدت سالارش میمونی اسلامیش میمونی کمونیستیش مهم از همه این ارزش های همون مردم در نظر گرفتن و ملت رو آزاد کردن از ظلم و حکومت رو مستقل نگاه داشتن است. هر سیستمی که بیاید فرق نمی کند اگر که چه دینی باشد غیر دینی باشد نظامش مستقل باشد و وابستگرانه باشد مطمئن باشه که ملت رها مییابد. برای همین اگر چه اسلامیش هم بیاید غیر اسلامیش هم بیاید مستقل باشد ملت ما پیشرفت میکند در همه ساحه ها.
همه چیه دا فرض کردیم ما همه ما شهروند تاجیکستان ما داریم در تاجیکستان فرض کردیم ما همه چیزا رو با چشم سر میبینیم در حقیقت همه خیلی در حقیقت پرزیدنت تاجیکستان اخیراً بار پرزیدنت روسیه را در روش گفته که مقصد 30 سال ما را به امید کردی 30 سال ما انتظاری کردیم تو هیچ مثال ایده است مقصد هیچ نکردی هیچ خوبی نکردی وعده کردی و خلاص ایدن همین گپ در روش گفت مثال همین گپ در همه جا معلوم که گفته همین گپ در حقیقت تو وقتی که در دوره سیوز همین اهمیت بینده در دوره سیوز یگم آبادی نکرده برای تاجیکستان همین چیز همین حکومت روسیه بعد سیوز هم هیچ نکرد خریب اینیم 4 مکتب ساز کرد نکرد باور کنید مردمش کو گوش پر نخوردیم میگن چیز روسیه برای تاجیکستان مکتب ساز کرد یک طعنه کدیسینده خلاصه طعنه به بازگشت تا وقتی که قطعی خطای دادگیری کرد در دوام 30 سالی که قطعی روسیه 30-40 سال قطعی 50 سال قطعی روسیه دادگیری کرد کو تاجیکستان چنه که 5-6 سال قطعی خطای دادگیری کرد قریب که 50 ساله همه چی را جواب داد مقصد بهبودی کرده در دوام 5-6 سال اخیر برای تاجیکستان خلاصه انا که ما همه گفتنیم که برای مردم که مردم در حقیقت باید کو کم نه زیاد باید ای پالیتیکا خبردار باشن که در حقیقت ما باید که ای پالیتیکا بدونیم برای خمون اقلام بدونیم که حقیقت چیزی در بین مردم مراسل کنیم که ما همه اینی خیلی اینی توغریه اینی کجه اینی روسته اینی حلوله اینی حرومه همه جنگی که در تاجیکستان گو مول اینا تو پرسیار که یا جنگ شده در تاجیکستان کو یک مهنت میکنی 15-20 سال مهنت کردی خانه رو در کردی خب یک شوری شوه کو خانه ای خانه میمونه اینه نه خانه نه مثلا خانه رو در کلید میشه گو مول چی میشه همه مهنتی کردگی برباد میشه فهمیده میشه که بین مردم ما باید بین مردم کاری کنیم که بفهمیم که مثال جنگ انداز مثال دشمن مردم تاجیک اینیم رنگی همه تگ دشتی وره دندان سفید که است یعنی راست و رای گیرد گوشمون ما چیکار باید کنیم باید مثال من نمیدونم من خیال میکنم که با قول خود گفتگی خیلی مثال اساس داره گپ میشه یا جنگ میشه جنگ شو که مردم بسیار با پراکنده میشن خیلی بدبیش در چیه که همین حکومت تاجیکستان باید کاری کنه که ظلم نسبت مردم عادی نکنه اسلام نقپه پروست همین روسیه میدونه که مردم دین دور کنن میگه روس مثال مردم روس میگه که مردم تاجیک دین دور که حرامی را در بینشون جا که مردم تاجیک 100% مسلمان تو صد نکنی کو در خونی وای کو اسلام مثال جوری شدگیه تو چی خیلی که ریشی وای میگیری خونی وای توزه میشه نمیشه کو یا سطری وای را میگیری وای خونی وای با خونی حرام بدل میشه نمیشه کو باید خیلی ظلم نکنه کاری کنه که قطعی مردم رسو کنه اینا تماشا میکنه خیلی نمیدونم مثال خیلی کار میکنه مثال در جا نگاه میکنی مردم بیکار در حقیقت مردم بی سواد هم بسیارش بی سواد موندستیم همه دم زندگی ده خلاصه بله مشکل اصلی هم همینجا است که متاسفانه اگر که حکومت این کارهایی که انجام میتیه همین کارها رو انجام نتیه ما واقعا مشکلات های عمیقی که عین حال داریم حلش پیدا میکنه مردم خودش سرمایه گذاری میکنه و خودش این مشکلات رو حل میکنه و همین حکومت ظلمی حکومت باعث گشته است که مردم نمیتونه با کوتاه‌ترین معلومات دسترسی پیدا کنه مثلا امروز تکنولوژی پیشرفت کرده است با مردم ما مناطق ما دارن همون چیزایی را که به خبرهای جهانی مثلا امروز دست بیاورند مثلا امروز باید همین تحلیل‌هایی که جنگ اوکراین با روسیه رفته ایستاده است و امریکا با روسیه میاد گفتگو میکند به جای اوکراین با روسیه این خودش نشان داد اون نیست که آینده باید مردم تاجیک تمام مناطق باید در این چیزا بدونه که آینده اگر هر کشور هر قدرت ما رو با هم دیگر جنگ داشت ما باید بدونیم که ما نباید با یک کشور دیگر مثلا صحبت کنیم ببینید ما کسایی که در خارج هستیم در سال 2021 وقتی قرقیزستان حمله کرد برای تاجیکستان
من مخصوصا در بخش مستقیمات در گروه بجا چند تا چی بردم برنامه پیش بردم، در اونجا گفته بودم که ما آماده ایم بریم با همین حکومت امروزه اتحاد شیم، سرجم شیم، بریم در مقابل قرقیزستان بجنگیم. فرقی نمیکنه او امامعلی رحمانوف است بدتر از این حکومت است، ولی سیاست خارجی ما باید یک باشد. یک کسی که بالای ما حمله کرد، ما نباید که مشکلات داخلی خانه خودمون چیکار کنیم او قدر پیش پرده بیاریم که دیگه مشکلات خارجی رو نبینیم. مثلا من با تو در یک برادر باشیم، در یک خانواده باشیم، اگر مثلا یک کس بیاد تر لط کوب کنه، من باید بیستم خرسان شم که برادر من تر لط دوره ای کس بیرون، من باید مشکل خانه خودم در داخل خانه خودم حل بکنم و مشکل خارجی رو چیکار کنم، بعد برام مثلا با برادر میاد جا برام حلش بکنم. نه اینکه با برادر جنگی با برادر من برام یک کسی دیگر بیارم که برادر من رو بزنه. و این امکان نداره. این حالت رو باید به مردم فهمون که ما مشکلات خودمون حل میکنیم. اگر با هم مشکل داریم باید مشکل داخلی خودمون حل شود. و اگر ما مشکلات داخلی خودمون حل کردن نتونستیم، پس این همین گونه‌ای که اوکراین عین حال شده است، این همین گونه ما رو حل میکنن مشکلاتمون. میآیند برای ما حل فصل میکنن، همونطوری که در سال 1997 شد. روسیه اومد مشکلات ما رو روسیه حل کرد، اون جنگ آخر اومد افغانستان رو مجبور کرد با افغانستان با هم صلح کردن که باید سلاح اون طرف بره، ما رو اومدن در میدان پرتافتن و برای با هم صلح کنی. نمیکنه بیرون تو میکنیم از سرزمین افغانستان و ما مجبور شدیم و مردم اومدن صلح کردن. عاقبت چی؟ 150,000 کشته و هزارها خانواده بیرون شدن، مردم ولنگار و سرزمین ها خراب شدن. هزارها راست همین وقتی که همین اوکراین رو تماشا میکنی، همین دولت 10 برابر از تاجیکستان پیشرویش پیش بود، قریب 10 نه 100 برابر پیشرویش پیش بود. ولی نگاه با شکسته بور با چی مثال هر یک شهروند هوای کو مهنت سگ سیاه کرد که مثلا یک آباد کنه، یک خانه و دار کنه، یک زندگیش بود کنه، همه پروکانداش همه جزیر شید. ما باید کار کنیم در دوری تاجیکستان. اول همین حکومتدارای تاجیکستان باید کار کنه که قطعی مردم رسو کنه. ما مردم تاجیکستان همش یگام جای پوشیدن است، یگام جای مثال با کور معلومه، با مثال با همه معلومه که مثال ناحقی در حقیقت وجود داره. ما چخیل مثال میر تغابوزی در حقیقت میره یک کار تا بود میکنی تو تغا نداشتی کار بود داشت، در حقیقت همین گپ اساس داره، بیهوده نیست. یگام تو شمال نشو درخت نمیجیما. یا فرض کردیم انا مثال انا پورگیری فرض کردیم، دروغ گویی فرض کردیم، حرامی زیناکاری مثال همین چیزا مردم هم مثال خیلی در خشم، در مثال در مشقت، در مثال در چی میاره. ما باید اول دروی تاجیکستان باید اول یک گلاو استوستا مثال همین رو با بهبودی کنن که مردم بگن که در اخر حکومت در بری ما هست، نه اینکه مثال حکومت ایمو بزوره. حالا که مثال این فرض کردیم ما این مثال شد، ما در روسیه باشم، روسیه پول روی میکنم، 100% ما کاری کردیم، 70-80% ما برای تاجیکستان کوخی فهمیدم میشم هر یک شهروند تاجیکستان برای تاجیکستان پیشروی میکنه. مثال یک سهم خون چی با سویت، چی اینالوگی زمین، چی اینالوگی او، چی خروکا، چی همه ما سهم گذار بده استایم کو باید قطعی مثال مراسو کنه، نه اینکه قطعی یک بیگانه ما را باید بگه که شما بگیرین قرآن بخونین. ما اگر با اسلام نزدیک شیم، با الله که نزدیک شیم، الله خودش با طفیل خودش کو برکت در همین دولت میریزونه، نه اینکه با حرام با گفته پوتین، با گفته یک اسلام دور بدن مثال چیز. پوتین خودش کیه؟ هر کشور خودش کیه که با کشوری مداخلت میکنه. ما باید مشکل مناخد حل کنیم. پوتین کیه در تاجیکستان میره مثال با مثال او کازود میکنه چی میکنه. خب خیلی مایل این مثال شما مثال میخوان که مراسمتون مستحکم کنید، یکی مردم کوردور نشینه، مردمون مثال نمازشون بخونن، سطرش کنه، قرآنش بخونه، یک کودک 4 حرف عربی را میخوند تلخ کف میشون در میبرن و چه ویر جریمه میکنن. همین خیلی ویدیو هست مثلا خیلی دکازاتو هست خوخی و چی در کاری خیلی مردم ظلم میکنن. هم خیلی آدمورا مثال ویدیو کنن نشون بدن که نه اینا ما گفتیم، اینا گفتگیمون، اینا مثال کورکنی حکومت، کورکنی مثال ملیسای مثال همو شوبا مثال کورکنی امنیت، اینم خیلی مثال ظلم کرد نسبت یک شهروند خودش. رفت پروستا 5-10 هزار سومون پولی هم کمبغل گرفته توش تو وای مثال حرف عربی خونده یا حرف قرآن خونده است. و ما قرآن که نخونیم ما مسلمانی ما چی فایده یگانه؟
بله. فکری نظری خودت چی است؟ چرا در همین جنگ اوکراین، یعنی در گفتگوی اوکراین در عربستان سعودی، یعنی بین روسیه و آمریکا، اوکراین دعوت کردن نشد؟ فکر میکنی که چرا دعوتش نکردن؟ آخه اینی میخیلیده فرض کردیم اینا گوش کده که تو دوری در برد مثال بودجتی بقوات، ما بودجتی بقوات خب سریم قدام اوکراین فرض کردیم اونجا بودجت شدگیه یکم بیخد هر دخمون حتیم وایره مثال یکم مثال همه وقتی دو روسیه در حقیقت مثال چیزه انا راه رفتنش ممکنه برای چی که پرسید که یعنی просто هیچ ندونستان اوکراین را، هیچ ندونستان اوکراین را. اینو حقیقه تو پرسید چقدر تا وقتی که مثال کردن ایسوس میکردن این عیناً هم تاجیکستان رو فرض کردیم این خلکنین او خلکنین هم در کارش پاس میگیره میگه چی میکنم هیچ نمیدونه فرض کردیم باید ما اگر با مردم که مرسو کنه حکومت تاجیکستان با مردم مرسو کنه قطعی مردم یه جای باشه کو همین مردم خودشون میخیدن میگن اکا روسیه پوتینی ای خودت پوتین کوردور نشه با تاجیکستان ما خمون کارخمونا با خوبی حل میکنیم هیچ فایده نآورده بودی ایام وقتش تو حاضر هیچ فایده نآورده استی مهنت میکنم ما در روسیه مهنت میکنم کنون خر میگرده بعد دستم پول کار میکنم ما تو پروستاکت ما را پول نمیتیده اوجا همون گفتی احمد شاه مسعود بسیار قشنگ است چون همونجا هم در اون طرف هم توجیک زندگی میکنه وقتی که میاد یک مادر میبینه فرزندش گریه داره خاکش داده است که خاک میخره میگه که او زمین میگه که لعنت بر تو که برای جنگ با فلان دین ای کارا کردی مادر برعکس میگه که بچه‌م خاک بخوره ما خاک میخریم خاک نمیتیم یعنی واقعیت مردم ایمور اگر مراسو کنی قطعشو خاک میخرانه با دشمن یک دست نمیشود ولی باید این مردم فهمون با این مردم مراسو کرد و این مردم واقعیت میستن حرف خود جان داره برادر اینجا باید اون مردم مراسو کنی حتی این مخالفا را گوش نمیکنن حتی هیچ انسان با این ملت نیاز نیست وقتی که با این ملت مراسو کرد با این ملت کار کرد ملت نباید دروغ گفت به ارزشاش نباید دست زد ضد ارزشاش مبارزه بود اوخی همین اوکراین را نگاه که همین اوکراین مثال با همون 40-50 میلیون اهالی خودش خیلی استودگاری کردن نسبت همین روسیه اگر همین حکومت تاجیکستان قطعی مردم مثال مراسو کنه ما همه یک گریبان سر براریم کو والله قسم کو انشالله کو همه مردم کو با یک جا میخیزه نه قرغیز مثال یک چشم علو میکنه نه ازبک چشم علو میکنه نه رس ای بیرت شش میگم گوش که давай کاری خطا که مثال کار نگی با ما نمیتونی یاردم کده زلالتا نرسون تمام و دیگه حق نداره در بین ما مثال مردم ما رو بفریب کنه 100% میتونه رنگ اینمی چه خیلی که خود نو گفتی کو در کلوب مردم جداگونه در غرب مردم جداگونه در پامیر مردم جداگونه در گوشاشون لفشه بشید کردن گفتی رسو انا جنگ دختن بین مردم تیپا اینو غرمی خیلی تون گفتن کلوبی فلان گفتن مردم مثال ای خبر ای چی انا که وقتی که ای تاریخ خبر نداشته باشه ای انا چی نام داره اینا ولی بگوده بگومد همین چیزو خبردار که نباشه کوف در فریب شیطان در فریب یک دروغگو زده میشه داده میشه از تاریخ خبر نداشته باشی از دین خبر نداشته باشی از فرهنگ خبر نداشته باشی بدوری ای پالیتیکا یک از نقاط مهم در دنیا امروز این بدوری سیاسی است مثلا من یک مثال میارم در عربستان سعودی مثلا یک قلم در یک جا بپرتو برا پگا بیو که $100,000 یا جو پگا برا بیو میو بو پیداش میکنیش که نمیگیرش مردم بدوری اخلاقی دارند اما پادشاه شو هزار ظلم میکنه هزارها عالمشون میبره زندان میکنه گپ میزنن گپ نمیزنن چون بدوری اخلاقی دارن بدوری سیاسی ندارن مثلا در امریکا مردم در همون بیرون مثلا هزار چیزا میدزن میبرن این امروز در انگلستان ماشینا رو همه چیزا میدزن ولی وقتی که دولت ملک یک کس کم میکنه پلی بازنشستگان کم میکنه یک کس میگیره همش میبرن در مقابل همون حکومت میستن میگن چرا اینا کم کردی این حق ماست در اینجا با هم اتحاد میشون این سببش چی است اونو بیداری سیاسی فهمیش سیاسی دارن که اگر ما حاضر همینجا اتحادیمون نباشه و بیداری سیاسیمون استفاده نکنیم فردا اینمی حکومت ظلم کردن میکنه رو جیب ما اوه اینه مثال نگاه کنه بیک صبر تماشا کو گاب میزنه
باور کن وقتی گپ میزنم یکی بخندم بگیریم نمیدونم چه خیلی قطیوای گپ زنم یکی افتی گپ زنی شبیه مثال نخو یک کارگری که مثال 14 سال در باره یک آدم باسواد هم که یک پیشروی کنه مردمی ما کو مردمی تاجیکستان 80% کو 95% کو خودشون رفته جون کنده و سرایسای کارشون یافته استیان چه خیلی که مردم ازبکستان یا مردم قزاقستان قطعی انگلیا قطعی اروپا قطعی چیز انا چنون داره لاتویا لیتوا همه داده گرفت داره کو بله حکومتش داده گرفت داره ایما مردم خودشون همه راه را یافته با عذاب مشقت با همه پول قرض اگر همه را حکومت قطعی مردم رسو کنه قطعی مردم داده گرفت کنه مثال حق مردم مثال با جا آورده بتونن مثال مردم حقش بتونه یک جدا دعوا کده تقابوزی نباشه مثال همه را به یک چشم ببینن کو مردم اونجا میفهمن که خیلی حکومت قطعی مویا یخی مو همه حکومت رو قطعی مویا قطعی مردمه نه اینکه قطعی نمو یا آدمی بوی قطعی یا آدمی تقدر. بله 100% برادر 100% تحلیل واقعا حرفایی که میزنی عمیقاً از تحت دیل و از درد دیل است و واقعا حرف خود توخانه است حرف تمام مردمی است که همین درد داره همین غم و رنج عذاب داره این واقعا همه مردمیم و ملتیم و سرزمینیم و مردم اون کشور همین مشکلات رو دارن و واقعا این حرفا باید شنیده شود. متاسفانه امروز من اون روز یک مقاله نوشتم که متاسفانه در زندان کردن رخشانه همون مادر 8 ساله مادری که فرزندی 8 ماه داشت واقعا یگان وجدانی بیداری که بفهمه یه حرفی همین مردم امکانی وجود داشتن در همین حکومت باقی نمانده است وگرنه چگونه چون این حالت ها به میان میاد درد این ملت رو نمیشنون و این ملت واقعا در یک مشکلات خیلی عمیق گرفتار است. شما فکر کنید که حالا در همین حالت هر کسی که بالای تاجیکستان حمله کنه این ملت این کشور شاید مردم اون انسان ها رو نجات دهنده احساس کنن یعنی مقابله نکنن. یکی از سبب هایی که دولت فارس ها در گذشته 10 بار شکست خوردگی است این همین مشکلات هایی است که ملت ظلم دیده به دست سر حکومتش وقتی اینا بالاش اومدن اول اومد دور نمیرم همین امارات بخارا امیر علی خان سبب شکستش از روسیه در چی بود؟ در همین بود که نیمی مردم از ظلم کار گریختن غرب رشت اون طرف گریختن رفتن نیمی دیگه در همون داخل بخارا و سمرقند در زیر ظلمت قرار داشت. وقتی که روسیه حمله کرد هیچ کس در حکومت نره در فراخوان حکومت نخیست خاموش در خانه شیشتن فکر کردن که روسیه میاد ما را نجات میتیه و حتی همین منطقه ولایت مختار کوهستانی بدخشان اینو حتی عریضه نوشتن از نام خودشون که و پادشاه روسیه که بیا ما را نجات بتی از ظلم همین امیر علی خان. یعنی ظلم حکومت باعث میگرده که همین مردم از نداشتن بیداری سیاسی فهمیش سیاسی کوشش میکنن که در یک نفر دیگر دعوت کنن که بیا ما رو نجات بده. از کجا میدونن که او بدتر از این میکنه او بیگانه است بخدی چی نکرد بیگانه با چی کارت کنه. یعنی این مشکلات واقعا عمیق است در جامعه ما به حد زیاد است. مردم ما باید به این نقطه درک کنه اینا بفهمه که باید ما و شما بخیزیم همین حکومت از بین ببریم به هر راهی نباشد مجبورش بسازیم اول که تمام راهها را حل بکنه که بیا به مردمش خدمت بکنه. اگر خدمت نمیکنه اتحاد شیم سرجم شیم یک حکومت جدید را به میون بیاریم وگرنه عاقبتشون هم طوری که در امارات بخارا شکست خورد و یک حکومت دیگه اومد غصب کرد مردم فکر کردن که انقلاب است و ولایت دیگرش نوشت که بیا ما را نجات بدی. همین گونه با میان میآید. حاضر مثلا یا تعداد انسان های بی سواد فکر میکنن که ما باید به روسیه بپیوندیم و روسیه را مجبور میکنن که باید در اون اتحادیه که بین قزاقستان و قرقیزستان و بلاروس و روسیه است باید در اونجا شامل شیم یا چون با ما آسانی میاد و بعد از اون باید ما زیر نفوذ روسیه بریم. آخه این ضرر میرسونه به فرهنگ ما همین زیر نفوذ روسیه بدن کو در ده حیات چیدان در کار نیست بنا میخواد کو ماکس 80% کو ببینیم خیلی ما عادی کدام میگم فرض کردیم 80% کو 80% اول برای فایده خودش میبینه بعد 20% برای فایده تو فکر میکنن. خود مثلا این عین حال همین سیاست امروزی روسیه را در تاجیکستان نگاه کنیم. مثال گاز سنگتوده چند فایزش به حکومت تاجیکستان میره؟ 5% یا 10% هست؟ اینا راست میگی نمیگپاد به خدا قسم همش خیلی دقیقا راستن گپاد به خدا قسم همین روغونه که گفتن
پیشنهادش کردم برای روسیه که بگی ساز که گفته که 80% شما میگیریم 70% شما میگیریم 30% یا 20% تو دفعه با در دوام 40-50 سال این بیرحمی را بیاید طرف روسیه. همین آلومین زواد چند فایزش در تاجیکستان است؟ یا نمیدونم، این خبر ندارم راستش. این چیزایی است که ملت باید از این چیزا بدونه. این مالی مردم است. وقتی شوروی پراکنده شد رفت از بین، دیگه هیچ چیزی باید برعکس در برای ما حد امکان یک دورویی میدادن که ما حکومتداری خودمون پیش میبردیم، نه اینه که چیزهایی که در داخل تاجیکستان هستن تا حاضر بوج میسپرن به کی؟ به روسیه. برای چی ما باید گسی سنگتودا رو به روسیه بسپاریم؟ این کی رسو؟ برای چی باید ما آلومین زوادی که در دوران شوروی که ما جزء اون بودیم مستقل شدیم باید حالا هم بوج بسپاریم به مسکو؟ اینو هیچ اینمی روسیه کو با نام خدا روسیه. من شما یاد بگم روسیه اینم یک آدمی عادیش کو این راهی پلا یافته. اینجا میاد میگه که بوجی همه چی را ما در بسپاریم، یک راه شیافته اومده پلا سوک هم که دیست تمام اخی همین آدم با سواد باشه که میگه گوش که بس اخی جا بشی تو در اینجا بشی ما کوچ خیل با کدوم اساس ما تراپول بتون کو کی پیشنهاد کردی گپویت نی خیل آدم با رنگ بیک صبور اگر اگه تا خود به سواد باشه کو بنابراین هیچ وقت تاجیکستان پیش نمیتونه رفته. هفتی گابزانی را بی آخه آدم بس آدم باید یک آدم خواندگی، یک آدم بس سواد آدم بگمی کی یک از طرف زینو کالون شده تولد شده زینو با توفیل زینو کالون شده یا نو مسلمان میه بالای مسلمان مردم مسلمان حق مسلمان میگیره میره ما در همون خواندگی بیستیم در هیچ طوری نمیگیره این کارو. خیلی حالا حتی همین تمامی نهادهای داخل روسیه را نگاه کنیم، مثلا در بخش تیپ بهترین دکترهای روسیه تاجیکن. در بخش تیپ در مسکو بهترین بیمارهاش برای در بهترین جراحاش تاجیکن. ما واقعا اون توانایی را داریم که دولت داری بکنیم، ولی باید همین والله قسم کو ما یک شناس دارم کو با خدا قسم با خدا قسم کو میگه که در چی کار میکنم در همین در روسیه در همین برای مثال چیزش کو دکتر کار میکنم میگه همچون تیپ کار میکنم میگه خب چند تا کار میکنیم همون گلاورچو کو میان میگن که پیش فلانی فرض کردیم نام میگیره پیش فلانی برند میگه پیش مو روی میکنن مو همین یک چه مینویسیم وقت میان با تورت با گل با چی میان رحمتنامه میگن میخیزن میروان. من نمیدونم حکومت تاجیکستان با کدام مقصد آدمای با سواد ایدار بره کیسه باید کاری که اگر همین طبیب با سواد با چی باشه کو دیگه دولت‌ها چخیلی که مردم ترکیه میرن چخیلی که مردم دیگه دولت‌ها توبت کنی میرن کو هم پولش رو میگیرن میارن پیش همین تاجیک نمیسول توبت میگیرن میخیزن میرن پولش هم میمونه هم تماشا میکنه هم یک اینی خیلی باید کار کنه حکومت تاجیکستان به سواد در حکومت در چین مردم به سواد نکنه که بفرش اگر پیشروی کردن کو در دوام 5-10 سال کو خیلی پیشروی میکنه. نخواد آدم با سواد بری بشنونی آدم با سواد ایدار بیره کنی آدم با سواد ظلم کنی در کجا طور میگیره کار همین چی آدمی که شیشتگی در زندانهای تاجیکستان 80% قریب 85% آدم با سواد همین زای سعید представить که این قفایده برای تاجیکستان و اید بیرن پلی قیامت کان اوار در تاجیکستان آباد که تاجیکستان همون را گیرستان شنوندم برای یک دختر تیپ همیگه پا گفته همه این که خیلی تهمتو باید ای بایم برای حکومت بگه که تو دونی خدا همین چی بهبودی کدستیم ما و خیلی نمیدیم همین دینا بیک صبورت موندن دوماش همش ایش فرق میکنن نه اینترنتش سوز بود در اینترنت در نه تلفن تو چیزش من نمیدونم چی بگم دیگه. زنده و سلامت باشی برادر. تشکر از پیوست بسیار واقعا تحلیل‌های خوبی کردیم. امیدوارم در برنامه بعدی هم پیوست میشین و راجع به موضوعی که میگذاریم صحبت میکنین. تشکر زیاد. من الله نگهدارتون. الله همه برادرای تاجیکستان الله همه مردم مسلمان نگهدار باشه که من دیلم به نام خود توخ کف میشه که من میخوام که مثلا هر یک برادری ما کو وای ما د فایده شام که نیاره کو پیشروی همه آدم پیشروی مایه وای وقتی پیشرو داشته باشه کو ما گویا پیشرو دارم برای که یک برادری مسلمان پیشرو داشته باشه کو با وای سهم خچه برای یک برادری کم بغل دیگه با سهم گذار میشه. تو مثال داشته باشی
10 سامان داشته باشه هم 10 سامان 3 تقسیم میکنه 3 نفر دیگه صاحب پول میشه صاحب یک زندگی میشه. ما باید این خیال کنیم حکومت دور مثال همین شرایط را کاری که مردم احساس کنن که در حقیقت ما مثال همین سوادمون علممون در آشکار مثال در مردم یک سهم خودمون میگذاریم که مردم تیزتر یک آبادی داخل دیگه تو که ما به همه رسیدیم شیم تو که مثال مهاجرتی در بدر مردم بگردیم های باید در مسلمان و دامانو مرا مایل برو رگان خدا نگهدار. زنده و سلامت باشید. تشکر از اشتراک. امیدوارم بازم بعدا میدونین پیوست میشین صحبت میکنیم ان شاء الله. زنده و سلامت باشید. دوستان و هموطنان عزیز، همونطور که شما میبینید امروز این برادر در اینجا نوشتن که عبیدالله شما تا دین از اوکراین قهرمان میساخته. من تو امروز از اوکراین قهرمان میسازم. منظور من از قهرمان سازی چی است؟ ببینید مردم اوکراین واقعا جسورانه از سرزمینشون دفاع کردن. هر کس این توانایی را ندارد در مقابل یک کشوری ابرقدرتی که نیروی نظامیش دوم در جهان گفته می شود با ایستادگی قوی و دفاع از سرزمین، این واقعا قهرمانانه است و بازم حمله کردن به اون منطقه، یک منطقه بزرگ روسیه را گرفتن و این قهرمانانه است و ایستادن در سرزمین خود، فرار نکردن، جنگیدن، قربانی دادن، این قهرمانه است. حالا اینه که کسی میاد در باره تو گفتگو میکند، این مشکلات اون است. اگر امروز ملت و مردم اوکراین اگر ایستاد شوند و ترامپ اجازه نتن در باره او گفتگو کند، چیزی که ما نمیدونیم، زلنسکی گفت که من چیزا نمیپذیرم. اگر فردا مردم اوکراین بر بخیزه به میدان، مثلا نظامیاش بگه که من این قراردادی را که اینو میپذیرم قبول میکنم و نمیپذیرم، اینم قهرمانه خواهد بود. ما این را نمیدونیم. من امروز اوکراین رو پس نمیزنم، من این رو تحلیل میکنم که چون این واقعه ها در جهان رخ میدهد که این واقعا میتواند به همه ما مردم تاجیکستان و آینده کشوری ما ضرر برساند. من اینجا حالا درباره اوکراین که بعداً چه تصمیم میگیرد، آیا با گفت امریکا میکند نمیکند، با گفت روسیه میکند نمیکند، حرفی ندارم. اینجا حرف تحلیلی است که مردم به ما تعلق دارد که جهان چنین اداره میشود. از دید نظر جهانی امکان دارد که اوکراین پرزیدنتش از بین برده شود یا کشته شود یا به هر راهی، اگر گفتم با یک کسی دیگه را بیارن که او فروخته شده باشد و او چیکار کند در جای زلنسکی این تصمیمی دولت‌های ابرقدرت قبول کند و برای اوکراین را به سمتی که دولت‌های ابرقدرت میخوان. حالا اگر بیداری سیاسی در افکار مردمش باشد، چیزی که ما میخوایم شما داشته باشید، ملت نمیگذارد که چی زلنسکی چی غیر زلنسکی، هر کسی که در سر قدرت باشد نمیگذارد که با کشورهای ابرقدرت چیکار کند، زیر پای آنها برود و ارزش‌های ملی و دینی و فرهنگی اون ملت رو بفروشد. حالا اینجا وابسته به مردم همون خودش است، یعنی مردم اوکراین وابسته به خودشونند. برای همین خاطر ما اینجا فقط تحلیل ها را میکنیم و این تحلیل های ما به واقعیت میپیوندد نمیپیوندد آینده نشان میدهد، ولی تاریخ نشان داده است و گواه شده است که چون این حالت ها به میان اومده، یا اینکه انتخابات گذراندن و این پرزیدنت از سر قدرت گرفتن، کسی که ریزان است و یک کسی دیگر رو آوردن و تمام بهتان را نسبت این پرزیدنت کردن، بردنش زندان و بعد در زندان به هزار بهانه دیگه کشتن و تحلیل دیگر که چیکار میکنن خودش قبول میکنه و تحلیل سوم که در پیش از انتخابات هم چیکارش میکنن میکشنش. و تنها یک حالت امکان دارد که این ملت را نجات بدهد، فقط داشتن بیداری سیاسی، بیداری اخلاقی که از این گونه حالت ها چیکار میکنن ملت میبروید. ملت نمیگذاره که پرزیدنت برای وصل کنه، من نظامیان نمیگذارن که پرزیدنت برای وصل کنه. این حالت ها موجود است که ما و شما وقتی در اینجا صحبت میکنیم مسئله تحلیل میگیم. خب برادرای دیگه ای که در اینجا در مسائل دینی صحبت میکنن و کامنتاری مینویسن، لطفاً این مسئله رو بگذارید به بعد و در مسائل دینی بیشتر صحبت نکنید و با یکدیگر تحقیر نکنید. و هر کسی که در آینده تاجیکستان و به همون دینی که ادیانی که دارد اومد قدرت رو در دست گرفت، دیگر ادیان ها رو باید احترام کند و ارزش های دیگر ادیان ها رو ارزش ها بداند و نباید که تحقیر و تحقیر به دیگر وجود داشته باشد. برای همین لطفاً خواهش میکنیم که ارزش های دیگر ملت و ارزش های دیگر ادیان در نظر بگیرید و تحقیر و توهین نکنید. مردم تاجیکستان امروز زیاده از 97 همین نزدیکی هم حکومت خودش اعلام کرده که 99 از 10 چند درصد مسلمان است. پس باید ارزش های مسلمانی در تاجیکستان
باید در نظر گرفته شوند و این گونه ادیان‌های گذشته ما ادیان زردوشت باشد و غیر آن باشد، آنها هم ارزش‌هاشون برای اون اشخاصی که در تاجیکستان در نظر زندگی میکنند باید مورد تایید قرار بگیرد که آنها واقعا در تاجیکستان و شهروند تاجیکستانند. مهم اصلیت این شهروندی تاجیکستان باشد و دیگر نقاطی که موجود است بالاش صحبت میکنیم و ارزش‌ها رو به هم میاریم و میبینیم که چگونه ما میتونیم در اتحادیه به هم زندگی کنیم. نباید ما یک ارزش دیگر رو تحقیر کنیم، توهین کنیم و اون رو از تاجیکستان بیرون کنیم. اون شهروندی تاجیکستان به هر عقیده‌ای نداشته باشد، تا زمانی یک دیگر پذیری نباشد، شایسته سالاری نباشد، ما پیشرفت نمیکنیم. یک زردشتی میتواند در ساحه اقتصاد خوب باشد و اداره دولتی مسلمانان را پیش ببرد، مشکلی ندارد. او در عقیده شما ضرر نمیرساند، او مسئله اقتصادی رو میبیند و کار شغلش اقتصاد است. به همین خاطر ما در آینده تاجیکستان با اون گونه باید کار کنیم که همون کسی که شایسته است در همون وظیفه خود باشد و کار پیش برود. حالا یک کسی دیگر پیوست شدن به اسم ترامپ، این را پیوست میکنیم و میبینیم که برادر ما چی میگن. بفرمایید ترامپ. میستر ترامپ هم از برنامه ما خارج شدن. خب برادران و خواهران عزیز گرامی، برای همین بیا برنامه رو کمی ادامه میتیم. خودش زیاد از 1.5 ساعت گذشت و من کوشش میکنم کوتاه‌تر تا 2 ساعت طول نکشه و برای همین برادران و هموطنان عزیز، ما در گذشته برنامه‌های زیادی نداشتیم و کانال یوتیوب ما کانالی نو است، جوانان تاجیکستان. لطفاً در این کانال ابونه شید، لایک خود رو بگذارید، برنامه را یعنی بدلیت سکنه یا اینکه شریک بگذارید تا دیگران بتوانند در برنامه اشتراک کنند و این طریق ما میتونیم بیشتر بیننده پیدا کنیم و ان شاء برنامه بعدی صحبت میکنیم. برادر الماس سلام علیکم. بفرمایید برادر عزیز، خوش آمدید. سلام علیکم برادر عزیز. من امروز چی گفتنیم در همین موضوع که من نگاه کنه که این حکومت در طول تاریخ یگان نفری باسواد در برش گرفتگی نیست. این نمیگیره. من چی پیشنهاد دارم به همین مردم، به همین مخالفین، من نمیدونم مردم در کدام فکرن که چیکار میکنن، من هیچ چیز نمیدونم. من میخواهم که مردم، اگر ما میگیم که مخالف ما میخوایم که یک کار بکنیم برای همین دولت، برای همین ملت، در کنج سینه میزنیم که ما مخالفیم. اگر رحمانوف به مرگ الهی بمره یا که نمره، فرزند چه بیاره و ما در همین اروپا بمونیم، مرگ به ما وره مخالف. ما باید خودمون رحمانوف چپه کنیم. ما باید منتظر نباشیم که ما را روسیه کمک میکنه، نمیدونم اروپا کمک میکنه. وقتی روسیه و امریکا و ما را نمیدونم دیگر اروپا ما را کمک میکنه، با مثل همین رحمانوف میشوه. یک عائله با میاد نرمال زندگی میکنه، با همین مردم در بدر، با همین مردم خاک بسر، با همین خیل میروه. و همین خاطر ما دعوت ما مخالفین به همین مردم تاجیک چیه که این مردم باید ما متحد شویم، باید ما کار بکنیم که فایده بیاریم. این خیلی نه که یگان کار بکنیم که در آخر با 20 سال دیگه تاجیکستان قفا بروه. به همین خاطر برادرای عزیز، بازم دعوت است که بیاید دبر مردم باشه، خطی مخالفین باشه. این حکومت در 33 سال دیده که شما یک سویت خدای جونی نداد. در دیگه دولت ها اگر سویت هم نباشه، راهبری دولت میروه میطلبه یا که نمیدونم قرض مینه یا که یگان چیز زلاق میمونه، سویت میاره به مردمش میتیه. ما سویت خدمو استحصالش میکنیم، رحمانوف نمیتیم. شما این دیگه چی دیگه منتظری نیکی؟ من هم نمیفهمم چیزا. این دیده شده که زندان داره، قتل داره، همه کار میکنه نسبت همین مردم مخالف. این خودمو را برد پاژیزن زندان کرد. مردم این حضرتش ای مردم 24 تا 30 ساله بچه ها هستن که زندانی هستن. ای بچه ما تا که تلفات میتیم، ما تا که همیخه میریم. این همی سوال یک نفر برای من بگه که ما تا که این همیخه رحمانوف ظلم میکنه و ما هم تا در اروپا و در امریکا دشه بین خودمون توری نمیگیریم، میخزه تا دیگه مون یک کلون دیگه میبره هر چی میگه نسبت مردم مخالف. من در یک چیز حیران میمونم که ما اولیه
مردم باید چیکار بکنیم؟ ما باید با همدیگر صحبت بکنیم. برادر عزیز، متاسفانه مردم میترسن که بین دو نفر بدرن صحبت بکنن. برادر عزیز صحبت کنیم، واتساپی، تلگرامی یا چه این دوایت بشناسه. ما فرهنگ سیاسیمون همون قپایونه که اگر رحمانов امروز بره و بچه‌ش بیاره بونه میگیم اوه بچه‌ش زوره، این پریچوسکاش گرینیه، این یگان کار میکنه، این اگه باوش خیلی ظلم میکنه نمینا. رسول میگن که یا بلکه ادیا بلنوه دلیکونی پده. به همین خاطر او بچه رحمانов و کاری نمیکنه که برای منفعت این ملت باشه. فقط نام جیانکای خودشه و نامو 4 تا که دیگه شده برش میگیره. با 30 سال دیگه جناب رستم میگرده. به همین خاطر باید ما یک کاری بکنیم که مردم، من چند بار دعوت کردم که بیاید در برنامه اشتراک کنید. برنامه دارم میخوام که در همه انتخابات واسه برنامه دارم در آلمان باید نقشه کشیده شدم ان شاء الله توری بگیرم بعد اعلان میکنم. من گفتم که بیاید یک کاری بکنیم مردم که در داخل یک کاری بکنیم که مردم بفهمن که ها همین مردم مخالف در این تاجیکستان هم هست. شما هسته نه که متاسفانه یگان کار نداره. بیا یک کار بکنیم که همین مردمی که خوانه درک ندارن هواش بفهمن که ها همین مخالفا واقعا هم در این تاجیکستان آدم دارن. من برنامه کشیدگیم گفتم که چیکار میکنم. بیا همون کارا همه شهر نویا گفتم که یک نفری ببره یک کاری بکنیم که مردم بیدار بشه. ما نمیگم که یگان کاری غیر قانونی کنه، یگان جا بره علاب سرتی، یگان جا یگان کار کنه. نه، کاری قانونیه، یگان کاری غیر قانونی نیست. بعد همین گفتنی بدون برادر عبیدالله. زنده و سلامت باشی برادر الماس. امیدوارم که انشاءالله در برنامه بعدی هم می‌داری صحبت میکنیم. امیدوارم که این مشکلات ها زیاد نشه که برنامه تا بیشتر میکنیم و تذکر تا بالای برنامه خودت میکنیم و بیشتر در برنامه صحبت میکنیم ان شاء الله. بله. زنده و سلامت. خدا نگهدار. زنده باشی. و علیکم سلام. تشکر از برادر الماس و دیگه برادرایی که در برنامه اشتراک کردن و امیدوارم که بازم دیگه برادرایی هستن میدونن صحبت میکنن، فکر نظر خود و تحلیل خود راجع برنامه میگن. میگم فکرها رو یوری دهد و واقعا یک فکری دیگری که میتونه متفاوت از فکری ما باشد برای مردم بیشتر آگاهی میده، بیشتر نقاط رو روشن میسازد که شاید یک تعداد اینها زبانی ما رو نمیفهمن. بعضی از شهروندان ما متاسفانه با اون سبب‌هایی که به من مراجعت میکنن میگن که خودت به زبان کوچکی گپ بزن و کم ساده‌تر گپ بزن که ما نمیفهمیم. از این دیدگاه بعضی از برادرایی که به زبان کوچکی صحبت میکنن و پیوست میشون همون فکرای ما را یا فکرای دیگری هم دارن به طور دیگرگون و طور ساده‌تر به ملت میرسونن. بازم بعضی از اشخاص شاید این زبان ما را نفهمن ولی زبان اونها را میفهمن. این بسیار یک فایده آور است و من امیدوارم که برادرها پیوست میشن. نه واسه از اون که من به کدام سطح صحبت میکنم شما پیوست شین، سطح زبانی ما اهمیت ندین با من صحبت کنین. من با زبانی کوچکی هم کوشش میکنم که تا مقداری با شما صحبت کنیم ولی به هر صورت شما پیوست شین و صحبت کنیم. این گفتگوی بین ما میتونه یک گفتگوی باشد که دیگرو هر کس در اون سطح خودش فهمیش پیدا کنه. شما در سطح صحبت میکنین و شما رو میفهمم و در سطح صحبت میکنم که دیگران ما رو میفهمن. این کمک میرسونه به یکدیگر. بعد خود پیوست شین و ان شاء الله که به یکدیگر کمک میرسونیم و ملت رو از این بحران، از این بطلاق برمیکشیم و ان شاء الله که نجاتش میدیم. بیا تمامی همین برنامه رو ما و شما یک بار ببینیم برادرها. Исторические, экономические и инвестиционные возможности, возникающие в связи с возможным окончанием конфликта в Украине. Это как проходили сегодняшние переговоры и то, что я успеваю рассказать к этой минуте. Игорь. Спасибо большое. За переговорами России и США следил Дмитрий Кожурин. Помощник президента России Юрий Ушаков, как мы уже сказали, заявил, что переговоры прошли неплохо, стороны провели серьезный разговор по вопросам, ну и тем не менее появляется уже реакция Украины. В частности, Владимир Зеленский сказал, что Украина намерена вернуть оккупированные территории дипломатическим путем. Об этом заявил совсем недавно, но, по его словам, это не означает, далее я цитирую, сдачу интересов Украины. Зеленский
Зеленский сейчас находится с официальным визитом в Турции, где встречается с Реджепом Эрдоганом, а за его визитом следит другой наш корреспондент в Киеве, Алексей Падаева, да, он с нами. بیا برادر اگر پیوست شدن برادر پیوست کنیم ان شاء الله که بعداً بازم نورمیم. برادر حق بفرمایید. سلام علیکم، صدای ما هست؟ حق صدای شما نیست. حق صدای شما نیست. یه بار اینا شما خروج چین داخل شین شاید صداتون بهتر شود، چون عین حال صداتون نیست. خب برادر حق صداش نیست و از این طریق من برادر حق یه بار کاملا از استودیو بیرون میکنم و امکان داره که دیگه این بار پیوست شون و این پیوست شاید امکان داره که بعد از اون بتونیم برادر پیوست کنیم. خب همدیران و هموطنان عزیز، همونطور که شما دیدید ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین و این ملاقات رو که در سعودی عربیه انجام شد بین روسیه و ایالات متحده آمریکا قبول نکرد و طرح آنها را قبول نکرد و گفت که هیچ مذاکرات بدون حضور اوکراین قابل قبول نیست و ما باید در چنین یک مذاکرات ها موجود باشیم، حضور پیدا کنیم و با گفت و شنید با ما میتواند یک ملاقات ها انجام داده شود. واقعا این یک چیزی مثبت برای مردم اوکراین است که در مردم اوکراین حد امکان با اندازه این کارا رو میکنن. حالا اینکه اوکراین و دیپلمات‌های اوکراین در روند عملشوی این کار تا کجا با طرح آمریکا یا با گفته شد بین اینها با طرح آمریکا و روسیه موافقت میکنن، این را میگذاریم با تاریخ و میبینیم که در آینده چی میشود که این رو ما و شما بازم ببینیم. ولی به هر صورت ما و شما تحلیل ها را اینجا انجام دادیم و نقاط مهمی را برای آینده این سرزمین، آینده ملت تاجیکستان گفتیم تا اینه که مردم ما از بیداری سیاسی برخوردار شود و این نقاط بازی جهانی را در بر بگیره که بدونه که در جهان امروز کشورهایی هستند که نقشه‌های مهمی را برای نابود ساختن هر سرزمین و گرفتن معدن‌ها و ذخیره‌های طبیعی کشورها برنامه‌ریزی میکنن تا اینه که هر ذخیره‌ای که در هر کشور هست از اون رو بگیرن. مثلا امروز وارد یک کشور میشوند و ذخیره‌های طبیعی را میگیرن و تو را با یک برادر دیگر جنگ می‌دازن و همین طریق اوکراین هم امروز منابع طبیعی زیادی دارد که او باید مورد استفاده قرار بگیرد و کشورهای ابرقدرت به هر طریق کوشش تلاش میکنن که منابع طبیعی و این کشور زیر نظارت اونها قرار بگیرد و همین گونه در تاجیکستان باید ملت و کشور و مردم ما بدونن که آینده سرزمین ما باید تعلق به ما داشته باشد و ذخیره طبیعی ما واقعا زیر خطر قرار میگیرد و اگر ما نتوانیم یک کشور آباد و آزاد مستقل نداشته باشیم مطمئن باشه که فردا همین بنای همین طبیعت های ذخیره طبیعی ما مورد حمله خارجی قرار میگیرد و ما را با یکدیگر به هر طریق جنگ میدازند و این طبیعت های ما ذخیره طبیعی ما را میگیرند و ما و شما هیچ اثری نخواهیم داشت و ملت ما همین گونه در باطلاق باقی میماند و کشورهای ابرقدرت که ما رو با هم دیگر بازی میدارند و جنگ میدارند و آینده هیچ اتفاقی نمیافتد و ما اونها در رفاه زندگی میکنند و ما در ذلت. برای همین باید هر مخالفی که امروز با همین گونه راه ها پیش می رود تا اینه که با یک کشور ابرقدرت دیگر باز تاجیکستان بیارد باید چهره شناخته شود و یا اینکه حکومت که چهرهش آشکار روشن است که همین گونه که ملت باید ایرا بداند بشناسد و در مقابل همین گونه بر بخیزد این حکومت از بین ببرد و از مابین این مردم یک اشخاص معین وظیفه‌دار و کسی که معنی وظیفه را با تمام کلام میداند با او بسپارد تا خدمتگزار این مردم، خدمتگزار این ملت باشد. وگرنه این ملت از بین می رود، وگرنه این کشور از بین می رود. کشورهای خرد همش زیر خطر هستند و اگر دیپلمات و زیرکی سیاسی را ما از دست بدیم بدونید که آینده کشور ما در خطر قرار خواهد گرفت. برادران و هموطنان عزیز، زیاده از 1.5 ساعت صحبت کردیم و من طبیعتا برنامه 1 ساعت پیش میبرم و از همه شما تشکر میکنیم که در برنامه بدید. بازم یک بار دیگر لایک خود را پدیلیت و شریک بسازید برنامه را به دیگران و کامنتری بیشتر بنویسید. برنامه ما را پیگیری کنید و ما بهترین موضوع ها را و حساس ترین موضوع ها را برای شما مورد تحلیل قرار میدیم، صحبت میکنیم و امکان هم داره که در برنامه بعدی مهمون هم دعوت کنیم تا اینی که بتوانیم تحلیلگرا را بازم فکر نظرشان را در این موضوع ها بگیریم و نسبت شما پیشکش کنیم. اگرچه امروز من تحلیل خودم رو برای شما پیشکش کردم، تحلیل کارشناسان که از
سامانه‌های مجازی برگرفتن، ولی باز هم انشالله امیدوارم که در آینده بتوانیم تحلیلگرای را جلب کنیم که بتوانیم با تحلیل آنها شما را آشنا بسازیم و با آگاهی سیاسی که هدف اصلی ما هست با اون برسیم که اون برای آینده تاجیکستان، برای یک انقلاب روشن و برای آینده روشنی ملت کمک میکند. دیگه وقتی شما رو باقی نمیگیرم، شما رو به پروردگار میسپارم و امیدوارم که بتوانیم در روند هفته باز یک برنامه دیگر داشته باشیم و ما متاسفانه این هفته ما یک مشکلات داشتیم که نتوانستیم بیشتر برنامه بریم. یک سفر داشتیم، در اون سفر رفتیم با یک از برادران که یک محاربه داشت، اگرچه بعضی ها این محاربه را حرام شماریدن، ما با حالا به این نمیپیوندیم، ولی ما رفتیم همچون سازمان جوانان در این محاربه اشتراک کردیم و این محاربه را تماشا کردیم و این جوان را دستگیری کردیم تا اینکه که بدونه که در کنار جوانای ورزشگر سیاسیان مخالف هستند و ما اومده دستگیری آنها هستیم و علاوه بر این ما تلاش کوشش میکنیم بازم فردا یک سفر دیگه ای داریم که بازم بریم. یک برادر ما مشکلات برخورده است و تصادف کرده است، در این تصادف او جسمانی ضرر دیدگی است. ما بریم برادر رو عیادت کنیم و از اینجا با برادر شفای کامل میخوایم و ما از اینجا وعده میتیم از جانب سازمان جوانان برای تاجیکستان که هر کسی که هر مشکلاتی داشته باشد که او میتوانیم ما با او کمک برسانیم. ما آماده ایم که بریم با عیادت شما و شما رو خبر کنیم، از دیدگاه حقوقی برای شما کمک کنیم و علاوه بر این اگر که شما ورزشکار هستید شما رو دعوت کنیم، ما در مصاحبه‌های شما میریم، در مسابقه‌های شما میریم اشتراک میکنیم و شما رو دستگیری میکنیم و با تمام توانایی که داریم ان شاءالله در خدمت شما قرار میگیریم. یک برادر دیگه پیوست شدن، کوتاه‌تر برادر پیوست میکنیم و صحبت تمام می‌کنیم. برادر سفر برادر خارج شدن، دیگر صحبت ادامه نمیدیم و باقی شما رو به پناه خدا میسپاریم و امیدواریم که در برنامه بعدی باز هم مثل همین برنامه دستگیری میکنیم و یک دیگر رو کمک میکنیم که پیش بریم. السلام علیکم و رحمت الله. شما رو به خدا میسپارم.